الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وإمام الموحدين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برادران و خواهران عزیز، اهل توحید، بإذن الله سبحانه و تعالی امروز ما در بالای این حادثه‌ای که در مسکو شد و گذشت صحبت خواهیم کرد. این حادثه را ما آشکار و واضح می توانیم بگوییم که یک فتنه ساخته شده بر بالای ملت تاجیک و بخصوص در بالای مسلمانان ملت تاجیک و باز یک سنجش بزرگی به بالای این ملت مظلوم تاجیک است. اولا همه میخواهند بفهمند که از نظر شریعت انا همچنین عملها، قتل زنها، قتل کودکها، قتل یعنی کشتار مردمی که اصلا به مسلمان ها در حالت جنگ نیستند و مردم عامه، مردم عادی و به خصوص زن و کودک ها یا پیران سال ها هستند، آیا درست است از نظر شریعت؟ البته که نه. برادران و خواهران، مسلمان ها، بالاخره ما باید از شریعت خود باخبر باشیم. در این مسئله ده ها حدیث وجود دارد که رسول الله صلی الله علیه و سلم از کشتن زنها، از کشتن کودکها، از کشتن ریختن خون پیران سالها و از ریختن خون کسانی که اصلا مردم عامه هستند و به کار و زندگی خود مشغول هستند، بمانند دهقان و غیره، حرام کرده اند، من کرده اند. این حدیث های متفق علیه در بخاری و مسلم وجود دارد. در صحیحین امام بخاری و مسلم روایت می کنند، از نافع روایت شده است که عبدالله رضی الله عنه اخبره ان امرأة وجدت في بعض مغازي النبي صلى الله عليه وسلم مقتولة فأنكر رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل النساء والصبيان. در بعض جنگ ها رسول الله صلی الله علیه وسلم دیدند که یک زن در همون زمین غلطیده وفات کرده است، یعنی کشته شده. رسول الله صلی الله علیه وسلم به صحابگان گفتند که کشتن زنها و کشتن کودک ها حرام است، درست نیست، منع است. و این مسئله اجماع شده است و ما اجماع را هم بیان میکنیم. در لفظ آمده است که نهى رسول الله صلی الله علیه و سلم قتل النساء والصبيان. نهى رسول الله صلی الله علیه و سلم عن قتل النساء والصبيان. این هم متفق علیه است. این روایت دوم هم متفق علیه است. رسول الله صلی الله علیه و سلم از کشتن زنها و از کشتن کودک ها من کرده اند، نهی کرده اند و معلوم است که نهی رسول الله این حرام است. رسول الله وقتی که یک چیزی را نهی کردند، انجام دادن این عمل حرام است. مطلقاً کشتن زن، مطلقاً کشتن کودک ها و این چنین پیران سالها یا مردم دهقان یا مردمی که اصلا مردم عامه که به کار و بار و زندگی خودش مشغول است، این چنین انسان ها را، خونش را ریزانیدنش را، کشتنش را رسول الله صلی الله علیه و سلم منع کرده و این شریعت ما هست. کسی میخواهد یا نمیخواهد، شریعت ما همین است. رسول الله صلی الله علیه و سلم این عمل رو منع کرده. بارک الله فیکم. حدیث سوم در مسند امام احمد روایت است که احمد ابن حنبل اخراج کردند، ابو داود به سند صحیح روایت کردند و
در این حدیث هم آشکار واضح رسول الله صلی الله علیه و سلم کشته شدن زنها را، پیران سالها را و کودک ها را منع کردند. بارک الله فیکم. پس این منهج تعلیم داده رسول الله بود، چه که در سنن بیهقی آمده است. رسول الله میگن که ولا تقتلوا ولیدا طفلا ولا امرأة ولا شیخا کبیرا. ای مسلمان ها، نکشید کودکی را، طفلی را و این چنین یگان زنی را و این چنین شیخی کبیری را، یعنی یک مرد پیران سالی را یا زنی پیران سالی را. رسول الله صلی الله علیه و سلم رحمت به تمام عالمیان بودند. رسول الله صلی الله علیه و سلم این سخنهایی که گفتند این عموم است و این سخنها را به صحابگان گفتند که شما به دینها را، غیر مسلمان ها را حق ندارید که کودکانش را، زنهایش را، پیران سالانش را، مردم عادی که به دهقانی مشغول است، حق ندارید که اونها را بکشید. حتی درباره دهقانی صحبت کردند، گفتند دهقانهایی که دهقانی میکند کشتن درست نیست. رسول الله هرگز این چنین جنگ نکردند که بالعموم بیروند فقط زنهایی را یا طفلهایی را کشته باشند. نه، این چنین چیزی نبود. پس خالد رضی الله عنه در پیش صف بود. یک صحابه را رسول الله به نزد خالد فرستادند و گفتند که به خالد رسان، الحق خالدن، خالد به رو رس، زود به نزد خالد رو و بگو که رسول الله گفتند که لا تقتلوا ذریه ولا عسیفه، به قتل نرسان کودکی رو و این چنین زنی رو و این چنین پیران سالی رو. این بود تعلیم رسول اکرم صلی الله علیه و سلم. رسول الله صلی الله علیه و سلم گفتند ولا تمثلوا ولا تقتلوا ولیدا، هرگز کودک ها را نکشید. خیلی دیدید زنها، کودک ها، دهقان ها، مردم عادی، مردمی که به مسلمان ها نمی جنگد و این چنین پیران سالها غیر مسلمان هستند، هرگز اونها را به قتل نرسانید. سبحان الله. در شرح معانی الآثار از امام الطحاوی به سند صحیح روایت است که ان رسول الله صلی الله علیه وسلم اذا كان بعث جيوشه قال لا تقتلوا الولدان، و در روایت آمده است که لا تقتلوا شیخا کبیرا، و در روایت آمده است لا تقتلوا ولیدا ولا امرأة. پیامبر صلی الله علیه و سلم وقتی که صحابگان خود را به غزه میفرستادند نصیحت میکردند، پیش از براه برآمدن اونها نصیحت میکردند و میگفتند که ای مسلمان ها، هرگز کودک ها را به قتل نرسانید، هرگز یک پیران سال را، زنی را یا مرد پیران سال را به قتل نرسانید و هرگز زنی را به قتل نرسانید. زنی که به شما نمی جنگد، زنی که کودک است، هرگز اونها را به قتل نرسانید. بارک الله فیکم. انا این است منهج تعلیم داده رسول الله صلی الله علیه و سلم. انا این است سنت صحیح ثابت شده رسول اکرم صلی الله علیه و سلم. انا این است منهج اهل سنت و الجماعت و به این اجماع شده، اجماع تمام علمای اسلام در انا همین عقیده هستند که کشتن زنان بیگناه، کشتن کودکان بیگناه،
کشتن پیران سالانه که این مرد یا زن است، کشتن مردم عادیه که به زندگی خود مشغول است. حتی رسول الله دهقان گفتند، دهقان ها حرام است. محمد ابن عبدالبر در کتاب تمهید ذکر میکنند که و اجمع العلماء على القول بجملة هذا الحديث ولا يجوز عندهم قتل نساء الحربيين ولا أطفالهم لأنهم ليسوا ممن يقاتل في الأغلب او یقاتل فی الاغلب. محمد ابن عبدالبر گفتند که همه علما اجماع نمودند به معنای به این جمله در عموم آمده معنایی که در این احادیث آمده است و همه این علما اجماع نموده فرمودند که جایز نیست کشتن زنهایی که زن حربیین هستند، شوهرانشون به مسلمان ها می جنگند اما زنهایش جایز نیست که زنهای اونها کشته شود، جایز نیست که اطفال اونها، کودکان اونها کشته شود، زیرا که اونها به مسلمان ها نمی جنگند. زنها و کودکها و پیرها و مردم عامه که هست این چنین نیست. منهج پیامبر صلی الله علیه و سلم تعلیم داده همین است. زن، کودک، پیران سال، مردم عامه که در این به زندگی خودش مشغول است اونها را به قتل رسانیدن حرام است. بله در منهج چنگیز، بله در منهج نفسیست، بله دیگر در منهج های خونخوارها زن و مرد جدا کرده نمی شود، کودک و جنگاورش جدا کرده نمی شود، پیر و جوانش جدا کرده نمی شود، همه یکسان از دم تیغ گذرانیده می شود. زن، مرد، کودک، به گناه بیگناه. این منهج چنگیز است، این منهج آدمکشاست. منهج انبیاء و رسول این نیست و منهج رسول الله صلی الله علیه و سلم تعلیم داده این نیست. و این چنین بارک الله فیکم امام النووی میگویند که اجمع العلماء على تحریم قتل النساء والصبيان اذا لم يقاتلوا. همه علما اجماع نمودند بر اینکه کشتن زنها، کشتن کودکها حرام است در حالتی که این زنها به شما نمی جنگند. وقتی که اینها خورسندی میکنند، وقتی که اینها در یک جا رفته نشسته میکند، حتی در حالتی که یگان کفر شرک دارد انجام میتید، کشتنت حق ندارد. چیلی که اهل ذمه، اهل اون یهود و نصارا که در دارالاسلام زندگی میکردند، همون بتخانه خود داشتند، همون کلیسای خود داشتند، قتل اونها حرام بود. اهل ذمه را پیامبر میگن کسی که یهود و نصارای اهل ذمه را بکشد، البته این با قسم دیگر است زیرا که کفار اینها تقسیمات خود دارند، لیکن در عموم بالعموم کشتن زنها، کودکها، کلانسالها، مردم عامه حرام است. انا این است اولین جواب ما به این مسئله و به این حادثه که امروز یا دو روز قبل در مسکو شد و گذشت. بسیاری ها فکر میکنند که این اسلام همین است، بسیاری ها فکر میکنند که انا همین منهج قرآن و سنت است. نه، این غلط است، این نفهمیدن قرآن و سنت است و با همین طعنه ها، تهمت هایی که به بالای مردم مسلمان تاجیک می آرند، به بالای این مسلمان ها می آرند، به بالای قرآن و سنت می چسبانند، چهره این دین اسلام را می خواهند سیاه نشان بدهند، می خواهند مردم را از این دین ترسانند، می خواهند مردم را از این دین دور بکنند، می خواهند پهنشوی حق را که نجات است، توحید است، یکتا پرستی است، مهربانی و رحمت در این دنیا و آخرت است، میخوان اینا نابود بکنن با ان همین تهمت ها و دسیسه های ساخته ها. اولا ما میگوییم منهج همه علمایی که ما تعلیم گرفتیم، منهج چهار مذهب، مذهب حنفی، مالکی، شافعی، مذهب حنبلی و همه علمای اهل سنت که امروز وجود دارند که ما از اونها تعلیم گرفتیم، صحیح بخاری، صحیح مسلم در دست بین دست من شما وجود دارد. کشتن
زنها را، کشتن کودک ها را، کشتن پیران سالان را و کشتن بیگناهان را حرام می‌داند و این نمودی عمل را جهاد گفتن درست نیست. رفتن زنهای بیگناه را کشتن و اینا جهاد گفتن درست نیست. بارک الله فیکم. بعد از این نقطه دوم مسئله دوم همین است که آیا در حقیقت انا همون 4 تاجیک، 4 جوان تاجیکی که ما در یوتیوب شکل‌های اونها را، صحبت‌های اونها را، لط و کوب شدن اونها را، گوش بریده شدن اینها را دیدیم، آیا در حقیقت همین عمل را انجام دادند؟ آیا به گفت این مردم امروزه انامینها تروریست هستند؟ انامینها این آدم کشی را کردند؟ یا این تهمت به سر اینها است؟ برادران عزیز، ای مردم مسلمان تاجیک، به هوش آید، به خود آید، از خواب غفلت خیزید، از طعنه و دشنام و حقارت کردن همدیگر یک بار بس کرده به خود اومده فکر کنید که نخود 4 تاجیک عادیه که از حدود روسیه و تاجیکستان بیرون نشده به این نمودی وحشانیت یا که به این نمودی پروفسیونالی این عمل را انجام میدهد. نه، اینها را ساختند و بافتند. چخیلی که خود اکسپرت ها، چخیلی که خود این همه هم بدین ها، هم از کفار یهود و نصارا و هم مسلمان ها، همه اکسپرت ها میگن که این هیچ نچسبیدنی است، این اصلا راست نمیاد، این دروغ است، این تهمت به بالای این 4 بیچاره است. نشستش رو بین، قد قامت شکستش رو بین. یکی از اونها سبحان الله یک سؤال عجیب داد. یکی از همین 4 جوان یکیش سؤال عجیب داد که چرا مرا اینها این خیل زدن، چرا مرا این خیل اذیت میتین، من چیکار کردم؟ میگه سوال میتاد که من چیکار کردم. یعنی او از این واقعه بیخبر است. من باوری دارم که همین 4 انسان فریب دادند. خیلی که یکی از اکسپرت ها میگه این 4 انسان فریب دادند. ماشین رو هم یک ماشین عادی برای تو اینجا رسانید گفتند به درونش یه رو خور شاید موندن، فریب دادن. فریب اینها معلوم است، این فریب هزارها بار کردند. پیش از ملت تاجیک ملت های دیگر استفاده می‌بردند، قرقیز ها را استفاده برده بودند، ازبک ها را، پیش از این چچن و اینگوش و داغستان استفاده می‌بردند. امروز نوبت تاجیک آمده است. این یک 2-3 سال است که فقط تاجیک ها را در تمام عالم استفاده می‌برند. سببش رو هم میگم که سبب چیست که فقط تاجیک در همه جا نامش سیاه میکنه. لیکن ببینید که میگوید که من چیکار کردم. من باوری دارم که همین 4 تاجیک حالی بیخبر است که چند صد آدم مرده، حالی بیخبر است که چند صد زن، 15 کودک شاید یا 2-3 کودک وفات کرده و کشته شده. اینا حالی بیخبر است. اینا به ماشین دادن، بعد از این لطکوب تا حاضر بیخبر است که اینا چی حادثه شده شاید. مهم این نیست که کرد یا نکرد. مهم این است که چرا تهمت در این سالهای اخیر همه تهمت آدم کشی به بالای سری تاجیک میاد؟ چرا؟ در افغانستان است، در ایران است، در ترکیه است، در روسیه است، در اروپا است. چرا فقط تاجیک ها را میگن که انا همین تاجیک ها هستند که خیلی هم وحشتگر و خیلی هم آدم کش و خیلی هم خونخوار انمینا است؟ ما تاجیک هستیم برادرای تاجیک، مردم مسلمان تاجیک، ما همدیگری را میشناسیم. آیا ما همچنین مردم هستیم؟ ما میدونیم که ما همچنین نیستیم. والله من بسیار برادرای تاجیک میدونم که از کشته شدنی یک بز، یک گوسفند چهرهشون به عقب میگردن. این چنین رحم دارد، رحم میکند که یعنی نمیخواد که خون یک چیز ببیند. مردمی برحم است، مردم مهربان است. لیکن چرا این تهمتی وزنین ترین خونریزانی در همه جا به بالای تاجیک میاد؟ برای آن که یک تاجیک پشتیبان ندارد. حالت تاجیک همچنین شد. تاجیکی که در درون وطن خودش آبرو ندارد،
تاجیکی که در درون وطن خودش لقبش نامش تروریست است، تاجیکی که در درون وطن خودش در کوچه قپیده ریشش تراشیده می شود، بیگناه به ترمه 10 سال انداخته می شود، تاجیکی که زنش به خاطر حجاب در درون وطن خودش کشیده فاحشه گفته برده تهمت کرده می شود، تاجیکی که در درون وطن خودش در درون یک ماشین 10 نفر و 20 نفر میکشند به خلیبی، میگن که خلیب زهرناک بوده است، 10 جوان 20 جوان میمرد، هیچ کس یک سؤال نمیکند، تاجیکی که گویا در درون ترمه آشیب شده است و صدها نفر کشته می شود، هیچ کسی نمیفهمد، تاجیکی که در وطن خودش بدون رشوه، بدون پاره، بدون کروپسیا زندگی کرده نمیتواند، تاجیکی که در درون وطن خودش تا 18 ساله به مسجد رفته نمیتواند، تاجیکی که ندای اذان را ندا کرده نمیتواند، تاجیکی که به دینش به مذهب حنفیش در همون تاجیکستان عمل کرده نمیتواند. شما فکر میکنید که این تاجیک بی قدر و بی قیمت در وطن خودش در بیرون از وطنش قدر دارد؟ این تاجیک در بیرون از وطنش قدر دارد؟ نه. ای مسلمان های تاجیک، ای تاجیکان، شما فکر نکنید که دیگر ملت ها ما را نمی آموزند، شما فکر نکنید که دیگر حکومت ها مردم ما را نمی آموزند، همه می آموزند، همه می آموزند، همه آموخته ایستادند که بله مردم تاجیک مردم سرخم، مردم شکسته، مردم پراکنده، مردمی که از حقوق خودش در وطن خودش وقتی که از حقوق خودش را دفاع نکرد، هرگز در بیرون از وطن، هرگز در بیرون از وطن این مردم هم دیگریش را دفاع نمی کند، این مردم را کسی هم دفاع نمی کند، این مردم را در تمام دنیا اگر تروریست برارند، بیهوده بکشند، نابود بکنند، هیچ کسی دفاع کننده نیست. برای چی؟ برای اینکه ما مردم خودکش هستیم، ما مردم خودکش و بیگانه پرور هستیم، ما مردمی هستیم که بعد از همین حادثه های تروریستی که میگن حادثه های عنفی، حادثه های اینها میگن تروریستی، حادثه های عنفی، کدام وقتی نشد؟ خود در ایران شد، خود در افغانستان شد، مثلا خود در ترکیه شد، خود مثلا در روسیه شد. بعد از این حادثه مردم تاجیک یک بار نظر بکنید، حالت مردم تاجیک نظر بکنید. مردم تاجیک به 2 قسم تقسیم میشوند، یکیش رو تروریست و یکیش رو متهم به این آن میکن. این مردم شایسته انمین است. این مردم تا زمانی که سر بلند نکند، تا زمانی که همدیگریش را احترام نکند، تا زمانی که همدیگر فروشی را بس نکند، تا زمانی که همدیگری را دفاع نکند، تا زمانی که تاجیک مسلمان دست به دست یک تن و یک ملت نشود، این تاجیک خار و ذلیل از دست هم بیگانگان کشته می شود، هم از دست خودش یکدیگرش را پاره میکند، کشته می شود. باور بکنید وقتی که پراکندگی تاجیکان رو میبینم جگرم خون میشود که چقدر مردم پراکنده، چقدر مردم مسلمان پراکنده. اگر من خطا کرده باشم به من بگو ای تاجیک، ای تاجیک به من بگو که خطا کردی، دروغ میگویی مردم تاجیک پراکنده نیست. مگر مردم تاجیک قومگرا نیست؟ مگر مردم تاجیک تا امروز کولابی و خوجندی و پامیری و غرمی و قرغانی نمیگوید؟ مگر جنوب شمال وجود ندارد؟ مگر مردم تاجیک مصیبت بر شمال آید مردم جنوب بی‌پروا است، مصیبت به مردم جنوب آید مردم شمال بی‌پروا است؟ مگر همچنین نیست؟ مگر امروز قومگرایی، حتی ملتگرایی یک جا بیستد، قومگرایی یک جا بیستد، دهگرایی، کوچه‌گرایی در مردم ما مگر وجود ندارد؟ بی‌پروا به هم دیگر هستیم، بی‌پروا به هم دیگر هستیم. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه ما یک پیشوای از علمای ربانی، از علمایی که غمی همه را بخورد نداریم، نه از سیاست مدارش نداریم، نه از علما نداریم که نه فقط درباره یک قوم، نه فقط در دفاع یک خانواده صحبت بکند، بلکه درباره عموم تاجیک صحبت بکند. عموم تاجیک، در این تاجیک ملت‌های، در این تاجیکستان ملت‌های گوناگون هستند و این چنین مردم‌های گوناگون هستند و این چنین البته که عقیده های گوناگون هستند. اما امروز فقط میبینی که یک عده درباره فکر خودش دیگر عده ها را اصلا به تهمت و به این آن گرفتار کرده است. پس
ای مسلمان تاجیک، ای جوانهای تاجیک، فکر کنید وقتی که ما به همدیگر رحم نکردیم، ای جوانها وقتی که ما همدیگر را رحم نکردیم، ما به همدیگر احترام نکردیم، ما وقتی که به همدیگر دوستی و رفاقت و مهربانی نکردیم، ما وقتی که همدیگر را دفاع نکردیم، آیا روس، آیا دیگر ملت ها ما را احترام میکند، ما را دفاع میکند؟ هرگز نه، هرگز نه. وقتی که دیگر ملت ها آموختند، دیگر ملت ها آموختند که مردم تاجیک پراکنده، حکومت ندارد که اینها را دفاع بکند، مردم ندارد که یک دسته باشد، یگان کسی ندارد که در دفاع این ملت مسلمان مظلوم تاجیک باشد. این ملت پراکنده، از این ملت البته همه نمودی جنایتکار را ساخته ممکن است. شما فکر میکنید فقط دمی یک تروریست گفتن بس؟ همه پیشتر بود که تاجیکا را گفتند تاجیکا همه نرکبران است. لقب تاجیکا را لقب نرکبران گذاشته بودند تا به نزدیکی انکن لقب تروریست در تمام دنیا این لقب را به سر تاجیک زد. سبب چیست؟ سبب این است که دفاع کننده وجود ندارد. دفاع کننده وجود ندارد. ما اگرچه اختلاف نظر، بسیاری مردم از همدیگر اختلاف نظر دارند، لیکن ما مصلحه عمومی را وقتی که نظر میکنیم، ما باید همدیگری را دفاع کنیم، همدیگری را احترام کنیم، همدیگری را باید همچون یک ملت دانیم. آوردند 4 جوان بیچاره تاجیک را، سپیکتاکل را ساختند، دروغ را بافتند، این 4 جوان را عیبدار کردند. بالاخره تاجیک تماشا کن، تاجیک هست که گریه دارد و لعنت دارد، تاجیک هست که گریه دارد و حتی اسلام دشنام میکند، حتی اسلام دشنام میکند، تاجیک هست که شب و روز حقارت و دشنام مبارزها را میکند که شما کردین. گفته همین است مگر؟ همین است مگر؟ نه نه نه، در اینجا عیب همه ملت است. این سبب عیب همه ملت، بی‌پرواگی همه ملت، یک دسته نشدن همه ملت سبب شد که امروز ما را بازی می‌دارند. امروز قسمی از مردم شاید خرسند است، بعضی انسان ها از این حادثه به خود استفاده میبرد، خرسندی میکنه. از این حادثه حتی بعضی قبوری ها رو میبینیم که استفاده میبرد، بعضی آذری ها رو میبینیم که استفاده میبرد، بعضی جانب های حکومتی میبینیم که ضد مبارزه میزند و استفاده میبرد. این حادثه استفاده برنده نیست. این حادثه شرم است و ننگ است. این حادثه این است که مردم تاجیک به درجه رسیده که کسی خواهد اینها را استفاده میبرد. پس ما باید چیکار بکنیم که ما را همچون یک حیوان استفاده نبرند؟ چیکار کنیم که جوانهای ما بیقدر و بیقیمت کشته نشود، یا صف اول در جنگ اوکراین برده نکشند، یا تروریست گفته کشته نپرتند، یا در درون ترمه ها بیهوده کشته نپرتند؟ چیکار باید کرد؟ ما باید مردم تاجیک اولین چیز طعنه زدن همدیگر را باید بس کنیم. عیب را به بالای همدیگر گذاشتن را باید بس کنیم. اولین نکته طعنه زدن همدیگر، عیب را به بالای همدیگر گذاشتن، این چیزها باید بس شود. دوما باید جوانهای تاجیک از جهل باید بیرون شوند، باید علم آموزند، باید فهمند، هم علم دینی و هم علم دنیوی. باید جوانهای تاجیک ساده بی عقل بی فهم نباشند، زیرک باشند. این دنیا یک جنگل است برای تاجیک، یک جنگل برای تاجیک که شکار می شود. جوانهای تاجیک، خواه زنش، خواه جوان دخترها، خواه جوان پسرها، زیرک شوید. از این به بعد هر کسی که به شما کار پیشنهاد میکند حتما سنجید، حتما انیق کنید، حتما به دیگران مشورت کنید. هر کار از پیش خود رفتن نکنید. شما را یک نفس فریب میدین. یک کاری عادی است، میگه انا همین ماشین رو از این شهر تا به اون شهر بر من 200 هزار میدهم. میگه توی بیچاره ماشین از این شهر با اون شهر میرسونم، میگویی که نمیفهمی که این ماشینی هست
این ماشینی هست که در این جنایت صادر شده است. مشورت کنید ای جوانهای تاجیک، به مشورت به یگان کار دست نزنید. ثانیاً علم دینی کافی باید داشته باشید. علم دینی داشته باشید، لیکن نقطه همین جاست که علم باید از کی بگیرید؟ علم از هر کجا نگیرید. علم از هر یک کانال نگیرید. علم از یک گپ زننده نگیرید. امروز از این علم اسلامی استفاده کننده ها بسیارند. حتی همین FSB ها در کار شود، اگر خودش یک کانال میکشاید، یک تا ملای میماند، همه ای کار ترتیب همه ای کار به وجود میآورد. ای مردم جوانی، ای جوانهای تاجیک، ساده به عقلی تو بکی ساده به عقلی تو بکی. بس است دیگر. چقدر جوانها وفات کردند؟ هزارها جوان انا همچنین بیهوده وفات کرده ایستادند. حیات خدا کمی حفظ بکنید. شریعت میخواد که شما زنده باشید. شریعت نمیخواد که شما بمیرید. شما ساده باشید، شما بی عقل باشید. شما اولا پیش از این که علم شریعت می آموزید، اول ببینید که از کی می آموزید. از کی می آموزید؟ از هر کس علم شریعت نآموزید. اول ببینید، بسنجید، بفهمید که این انسان کی است، در کجا تعلیم گرفت، منهجش چی است، چی ها میگوید. از این چنین انسانی شناخته شده، فهمیده که منهجش اهل سنت است، از علما علم آموخته، یک آدم جاهل احمق بی علم نیست، در اساس قرآن و سنت صحبت میکند. انا از این چنین انسان ها علم بگیرید. از هر کس علم نگیرید. امروز پر است از زبان تاجیکی یا غیر تاجیکی، به زبان روسی هم تاجیکی هم، به همه زبان پر است جوهلایی که در هیچ جای تعلیم نگرفته است، دارد به مردم درس میده. تو میآموزی، به تو کشتار، به تو قتلی که پیامبر من کردن تعلیم میدید، انجام میدهی، عاقبت خودت گرد و اطرافت رو میسوزونی، خودت به حرام کرده میاندازی، گناههای بزرگ صادر میکنی. برای همین ای مردم، باید شما علم شرعی داشته باشید. برای چی؟ برای اینکه وقتی که علم شرعی پیدا میکنید، میفهمید که وقتی که به شما کسی پیشنهاد قتل، پیشنهاد کشتار، پیشنهاد جنایت کرد از نام دین، از نام شریعت، شما که علم دارید میفهمید که این باطل است، این دروغ است. ای مردم، شما علما و طالب علمان اهل سنتی که از در نزد علما، در نزد اهل سنت رفته تعلیم گرفتند، از همونها تعلیم بگیرید، از اونها مشورت بگیرید، از اونها مشورت بگیرید. از هر کس نیست، از هر کس درست نیست که شناخته و نشناخته از هر یک جاهل دین بگیری و عاقبت این است که خودت و غیرت را به یک عذاب دردناک گرفتار بکنی. پس جهل سبب این فتنه ها دو چیز است: جهل و سادگی. جهل و سادگی. همین علم ندارد، نه علم دنیوی خوب دارد، نه بخصوص علم دینی ندارد. و بعد از این مردم ساده است، زود باور است. جوانهای تاجیک، شما زود باور نباشید، به همه باور نکنید، به همه باور نکنید. شما خصوصا ای جوانهای تاجیک امروز نسبت به دیگر ملت ها هوشیارتر باشید. اگر دیگر ملت ها هر یک کار 2 بار اگر سنجند، شما 100 بار سنجید، مشورت کنید، هر یک کار به زود دست نزنید. برای آنکه امروز در بالای شما نقشه های زیاد است. همه ای گناه، همه ای تروریستی، همه ای پستی به میخوان شما را نامتون استفاده برند. برای چی؟ برای که شما پشتیبان ندارید، یک سرپناه ندارید، برای که شما ملت پراکنده هستید، خودکش و بیگانه پرور هستید، برای که نام شما را در درون تاجیکستان 10 سال 15 سال است که خود تاجیکستان، خود حکومت تروریست میگد، در بیرون از تاجیکستان هم به همین حالت آمده رسیدید. کی شما را دفاع میکند؟ کی شما را دفاع میکند؟ همه آیا حکومت دفاع میکند؟ آیا کسی دیگر دفاع میکند؟ ما دفاع را ندیده ایستادیم.
ای مردم تاجیک، بله ما طالب علمان اهل سنت و الجماعت، طالب علمانی که صادقین هستند، اهل سنت و الجماعت هستند، بله غم این مردم میخورند، بله نصیحت میکنند، بله دفاع میکنند، به همون قدر و استطاعتی که دارند انا همون قدر دفاع میکنند. اما میبینی که از جانب حکومت هم میبینی و از یک جانب دیگر هم میبینی که بله میگه تاجیکا در این کار درس داشتند، بله تاجیکا دارند گمراه میشن، بله تاجیکا انا همین خیلی دیندار شده رفته شدن. نه نه نه، این دینداری نیست. سبب همه انا همین نفهمیدن جوانها، گمراه بودن جوانها، اولا مکتب های میانه تاجیکستان است، بعد از این فقر است، بعد از این جهل است، بعد از این معلومات نداشتن در خیلی که گفتم همین جهل، معلومات نداشتن از دین است، بعد از این به علمای اهل سنت و الجماعت همکاری نکردن است، به علمای اهل سنت و الجماعت همکاری نکردن است. امروز اینترنت است، امروز خیلی هم یافتن هر گونه فرقه و گمراه ها در اینترنت آسان و ساده است و علمای تاجیکستان که علماهای پیری که هستند، این علما به درد دیگر این جامعه نمیخورند. به تاجیکستان علمای لازم است که از همه جهت با خبر باشند، از همه جهت 100% در اساس قرآن و سنت هر مسئله را جایز و ناجایزش را بفهمانند و انیق و دقیق هم دفاع کرده توانند، هم حق بیان کرده توانند. انا همچنین طالب علم می توانند که این ملت نجات دهند. انمین ما هستیم، انمین ما هستیم طالب علمان اهل سنت که ما به همه سوال ها جوابگو هستیم. به همین سوال تروریستی مثلا شده، ما میگیم که اولا از نظر دین، از نظر شریعت این جایز نیست و این حرام است، کشتن زنها و پیرهای کودکها. ثانیا از نظر عقل، از نظر حادثه نظر بکنید، این تاجیک های بیچاره این کار نکردند، این یک تهمت به بالای ملت تاجیک بود. این تهمت آخران نیست. من میترسم که این تهمت آخران نیست. بعد از این دیگر تهمت ها آمدن میگیرد تا روزی که ما مسلمانان تاجیکستان همدیگری را احترام نکردیم، طعنه زدن بس نکردیم، خودکشی و بیگانه پروری بس نکردیم، تا زمانی که بعد لا اله الا الله چنگ زده یک جا مسلمان ملت تاجیک یک دسته نشدیم، این طعنه به بالای ما آمدن میگیرد و از این ما خلاصی روزی کرده شده نمیتوانیم. باید ما دو حالت است که از این چیز، ما از این طعنه ها در آینده دور میشویم. باید دو حالت باشد: یا یک حکومت قویه که هر باره که تاجیک ها را متهم به تروریستی میکنند خیزد و تاجیک دفاع کند و اتهام رد کند و طلبی یک عدل، طلبی حقوق تاجیکی شود. یکم سبب شاید تاجیک ها را دیگه طعنه نکنند. دومین سبب همه تاجیک ها وقتی که یک میشوند، همه تاجیک ها هم دیگری را دفاع میکنند، طعنه زنی بس میکنند و همه یک جا میشوند و به یک صدا میگن که نه، این تاجیک کشی، این طعنه، این غارت تاجیک، خون تاجیک ارزان کردن، این تهمت های سپکتاکل به بالای تاجیک ریختن، جمشید و روشن ساختن تاجیک بس است، تروریست ساختن تاجیک بس است. یک نقطه میگذاریم اگر مردم تاجیک بگویند، انا اون روز در حقیقت از این گناه، از این تهمت ها، از این سپکتاکل که به بالای تاجیک میاد، شاید مردم تاجیک دیگر خلاص شود. اگر همون روز نشود، ما پراکنده. تا همون روز که دو حالت نشود، یکی از این حالت نشود، تاجیک استفاده کردن میگیرند. بازی های ابرقدرت ها به تاجیک استفاده کردن میگیرند. تاجیک بیچاره را از تمام کوچه میقپی، میاری، میزنی میشکنی. یک نفر نیست که بگوید که این کی است، چرا اینو میزنی؟ الله المستعان، الله المستعان. این از پراکندگی تاجیک است. این سبب امروز ما خور شدنمون این 20 ساله پیش ما باید نظر کنیم. 20 سال پیش تاجیک ها وقتی که به بالا جوان ها کار نکردن، 20 سال پیش علما وقتی که به تاجیک ها تعلیم دینی حقیقی را نرسانیدن
غیر از سر خم کنید، غلام شوید. غیر از شما هیچ کسی نیستید، شما فقط پست هستید گفتن دیگر یک عزت و آداب و اخلاق حقیقی نامختند. 20 سال پیش وقتی که این مخالف ها مبارز ها به بالای تاجیک کار نکردند، انا همین روز آمد و رسید. امروزه خور شدن این جوان های تاجیک عیبی 20 سال پیش مردم است. اگر ما هم امروز بی‌پروا شدیم، ما هم امروز باز به این چیزها، به طعنه زدن همدیگر، حقارت کردن و دشنام کردن به مانند بعض بلاگرهای جاهل ترسو فقط تاجیک حقارت کردن اگر مشغول شویم، بعد از 20 سال آینده چی میشده باشیم؟ بعد از 10 سال آینده چی میشده باشیم؟ امروز میبینی که تاجیک به تاجیک خود سنگ زدن شروع میکنه. سبحان الله، این ملت چگونه ملت است؟ وای وای بر اون ملتی که پراکنده، پریشان، بال و پر شکسته، جوانهایش بی قدر و بی قیمت، خون جوانش میریزد و هیچ کسی از خون جوان این ملت پرسان نیست. کشته می شود، یک کسی نمیگوید که چرا این جوان را این چنین استفاده میبری. این ملت رو همچنین ساختند که به هیچ کسی این ملت هم باور نمیکند، نه به حکومت، نه به ملا، نه به طالب علم، نه به مبارز. این ملت هر کس پراکنده از پیش خودش هر کاری رو خواهد میکند. عاقبتمان رو الله خوب بکند و از این فتنه ها ما را بیرون بکند و این ملت شکسته، مظلوم، بیکس، پریشان، خونش به آب برابر شده، خودکش و بیگانه پرور، الله سبحانه و تعالی یک رهبری موحدی مسلمان را بیارد که اینها را سرجم بکند، از طعنه ها خلاص بکند و از این تهمت ها بیرون بکند و از فهم غلط دینی، از فهم خطای دینی هم اینها را نگه بدارد. امین یا رب العالمین. بجز ما دعا دیگر چیکار بکنیم؟ بجز دعا دیگر چیکار بکنیم؟ ما معلومات صحیح اسلام را، درستش را میدهیم، اما کی گوش میکنه؟ الله المستعان. انا این بود صحبت ما و ما همیشه میگوییم که ما ضد عنف هستیم، ضد عنف هستیم، ضد کشتار و خونریزانی ناحق، ضد کشتار و خونریزانی زن و کودک و پیر و مردم عادی هستیم و این دین ما هست و این منهج ما هست. سبحانك اللهم بحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب إليك.